سلام به شما که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. منظره ویورره. یه چیزی خواستم بگم برای کسایی که دوست دارن، علاقه دارن به آموزش. بچه‌ها و دوستای منی که میشناسن منو میدونن که یکی از علاقه های من عکاسیه. حالا تو این سفر ژاپن من خیلی از همه عکس گرفتم چون دوست دارم. بعد عکس‌ها رو که نگاه می‌کردم و میفرستادم براشون و خوششون میاد، گفتم وای سمره چه عکس قشنگی شده. اصلا انگار اینجوری به قول قدیمی قند تو دل من آب میشد از اینکه اون فرد از عکسش خوشش اومده. و باحالترش این بود که یعنی باحالترش اینه که مثلا عکساشون رو توی پروفایلاشون یا جاهایی استفاده میکنن. اصلا یهو من میگم خیلی خوشم میاد. حالا این قضیه بس داده میشه به این که مثلا تو این بیزینس خب تو آموزش میدی، هی مجبوری توضیح بدی برای افراد وقتی وارد بیزینس میشن، حتی موقعی که دارن میپرسن سوالاشون و اینا رو جواب میدی، یهو میبینی او مثلا طرف داره پیشرفت میکنه، داره به درآمد میرسه. اصلا واقعا حس قشنگی، یعنی من اصلا فکر نمیکردم انقدر این حس رو دوست داشته باشم. میگن آدم باید تو موقعیت ها قرار بگیره تا یه سری چیزای درونی خودش رو کشف کنه. این هم یکی از اون چیزایی بود که من دیدم وای چقدر من دوست دارم تغییر رو توی افراد. وقتی کمک میکنی، وقتی تغییر رو میبینی، وقتی درآمدهاشون رو میبینی، اصلا یهو میگه وای خدایا چقدر قشنگه. حالا اینا همه رو گفتم که بهتون بگم اگر جزء یه همچین دست افرادی هستین که آموزش دادن رو دوست دارین، تغییر رو تو دیگران دوست دارین، اصلا واکنش آدما به کاری که براشون کردی برات مهمه و قشنگه و تو رو یه جورایی از نظر روحی ارضا میکنه، این بیزینس رو اصلا شک نکنید توش که هر لحظهش این اتفاق براتون میفته. هر لحظهش احساس میکنی وای خدا من چقدر دارم چیز میکنم، کمک میکنم به افراد، چقدر افراد رو هی میبینی تغییراتشون و فلان و اینا. همین دیگه گفتم اینم بهتون بگم. اینم یکی از جوانبیه که برای خود من اتفاق افتاده و بهش پی بردم. شب و روزتون خوش.